شرکت ساختمانی قدرت 2010 با نام سیردریا سیتی در مرکز شهر خوجند و کنار رود سیر ساختمان بینایی بلندآشانه را شروع کرده است. مسئولان این شرکت میگویند در مساحت بیشتر از 1.5 گکتار 8 بینای تا 16 آشانه با اضافه میدانچه و باغچه کودکانه را برای 1200 عائله تا مهلت 4 سال ساخته به استفاده خواهند داد. ماه اوگوست سال 2015 یک شرکت چینی 32 حوله باشندگان اینجا خیابان رحمان نبیف شهر خوجند را برای ساختمان چاینا تاون یا شهرک چینی ویران کرد و طبق لایحه میبایست 15 بینای نو با اضافه مکتب و کودکستان زمانوی میساخت. ولی پس از چند به قول مقامات تاجیک شرکت چینی با سبب بلند بودن سطح آب و مسائل دیگر در این منطقه از این طرح دست کشید. مسائل دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد روشن نیست. ولی اکنون شرکت ساختمانی وطنی میگوید راه حل آن مشکل را یافته و برای اجرای این طرح کمر بستند. ما متخصصان گیولوژی آوردیم. هم چهار طرفش همه جوشه گیولوژی که تشخیص کرده برآمدیم. ها گفتن میشه همینجور ساخته میشه گفتن بود بعد آغاز کار رو سر کنیم. این مثلا مستحکم کنی زیربنای و یاش هم مسئولیت کرده تا ما همش کردیم و متخصصای مستحکم کنی که مسئولیت کرده برآمده آوردیم همشون متخصص حاضر کار کرده سودیان ما یان خیلی خوفش نیست. سال گذشته بعد سرگردانی و اجاره نشینی های 6 ساله به 32 عائله شهر خوجند که از آنها جبردیده های طرح چینی نیز نام میبرند حکومت شهر از محله 18 خانه های نو داد. حالا مقامداران شهر خوجند میگویند زیانی را که از شرکت چینی برداشته بودند اکنون شرکت وطنی جبران خواهد کرد. ما پیش از اون که با این شرکت این زمین رو وابسته کنیم همه جهت راستیگر برای که چهل کمی خطای وابونی نشود همه جهت سنجیدیم. هم شرایط اقتصادیشه هم مالیویشه هم امروز چند قدر مبلغ در بانک دارند و تمام عهدهداریش به طور خطی گرفته بعد دادیم. تقریبا 7 سال جای خانه هایی که با امید بنیاد شهرک چینی ویران کرده شده بود مثل یک خرابزار خالی می ایستاد و تنها اطرافش را پوشانیده بودند. مسئولان شرکت ساختمانی حسنورا یک که مالکان شهروندان چین هستند و مدیر کل شرکت پکین جاو شینجا که با گروه از معماران چینی ساختمان طرح را نهایی کرده بودند از آن زمان تا حال به رسانه ها واکنش نکردند. موقع مقامات جانب چین تا حال در این باره معلوم نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.